باور کنید هیچی مال هیچ کس نیست، فقط نوبتمون. تولدمون دست خودمون نبود، نوبتمون. مرگمون دست خودمون نیست، نوبتمون. لخت به دنیا اومدیم، لخت از دنیا میریم. ضعیف به دنیا اومدیم، ضعیف از دنیا میریم. بی پول به دنیا اومدیم، بی پول از دنیا میریم. نادان به دنیا اومدیم، فراموشکار و آلزایمری از دنیا میریم. همه چیز توی این جهان نوبتیه. این خونه، این ساختمون، این محیط، این باغ، این پارک مال ما نیست، مال من نیست. نوبت امروز این اتاق، این صندلی، این مبل، این فضا به من رسید. این ماشین امروز نوبت منه، فردا نوبت یکی دیگه. این باغ، این ملک، این شالیزار امروز نوبت منه، بعد نوبت یک کسی دیگه. اینقدر سفت نچسبیم به این دنیایی که، به این اموالی که برای مدت زمانی در اختیار ماست، بعد باید رد کنیم بره. و این رد کنیم بره به یه چیز نیاز داره: راحت باشیم، راحت دل بکنیم و خونه باشه، ماشین باشه، زیبایی باشه، اعضای بدنمون باشه. این اسمو به خاطر بسپرید: مارکوس دانیلو. حالا عده‌ای میشناسن. مارکوس دانیلو دروازه‌بان، گلر بود. 1395 اگه اشتباه نکنم 2016 میشه فکر کنم. این در حقیقت توی مسابقات نیمه نهایی جام حذفی برزیل، مسابقات نیمه نهایی جام حذفی برزیل، مسابقه به پنالتی کشیده میشه. مسابقه به پنالتی کشیده میشه و بعد آقای مارکوس دانیلو، دروازه‌بان تیم چاپ